پس یکی این که اندازه بیرونی تهی صفره، دو این که اندازه بیرونی یک نواست، و سه این که اندازه بیرونی شمارا زیر جمعی. این سه تا خاصیت اصلی اندازه بیرونی بود. اینا بهش میگفتیم اندازه بیرونی لوگ. منتها یه ضعفی که اندازه بیرونی داره اینه که این تساوی اینجا برقرار نمیشه توی این وقتی اندازه بیرونی اجتماع رو نگاه میکنیم، حتی اگر که این مجموعه ها 2 به 2 مجزا باشن. برای اینکه اون تساوی برقرار بشه باید خودمون رو محدود کنیم به اندازه بیرونی. برای همه زیر مجموعه های Rn تعریف شده. خودمون رو محدود کنیم به یه خانواده کوچکتری از زیر مجموعه Rn که بهشون گفتیم مجموعه های اندازه پذیر. پس A رو میگیم اندازه پذیر لوگ. اگر این اتفاق بیفته که هر مجموعه X رو تمیز برش بده، یعنی اینکه اندازه بیرونی X اشتراکش با A به اضافه اندازه بیرونی X اشتراکش با مکمل A، این بشه اندازه بیرونی X، که چون یه طرف نامساوی هم همیشه برقراره، در واقع اون قسمت غیر بدیهی این نامساوی این طرفی. پس یه مجموعه اندازه پذیر یه مجموعه بود که هر زیر مجموعه دیگه از Rn رو تمیز برش میداد. چند تا خاصیت ابتدایی هم راجع به مجموعه های اندازه پذیر دیدیم. در واقع کاری که داشتیم میکردیم مطالعه خانواده مجموعه های اندازه پذیر بود و دیدیم که اگر که این مجموعه اندازه صفر باشه وقت اندازه پذیره، و دیدیم که اگر A و B اندازه پذیر باشن وقت اجتماع و اشتراک و تفاضلشون هم اندازه پذیر. و البته از تعریف هم واضحه که اگر A اندازه پذیر باشه مکمل A هم اندازه پذیر. پس خانواده مجموعه اندازه پذیر یه خانواده از زیر مجموعه های Rn که تحت مکمل گیری بسته است و تحت اجتماع و اشتراک متناهی تا عضوش هم بسته است. شامل اندازه صفر هم میشه. حالا امروز یا جلسه بعد میبینیم که شامل بازها و بسته ها هم میشه. پس خانواده نسبتاً بزرگیه. منتها یه خاصیت اساسی دیگر رو هنوز ما ثابت نکردیم، اینکه تحت اجتماع و اشتراک شمارا هم بسته است. شمارا تا مجموعه اندازه پذیر داشته باشیم تحت اجتماع و اشتراکشون بسته است. حالا در این جهت داشتیم حرکت میکردیم، یه قضیه رو ثابت کردیم که به عنوان قدم میانی که در واقع اون خاصیت اندازه پذیری رو که فضا رو به 2 تیکه با کمک A و مکملش تقسیم میکردیم، حالا بیایم فضا رو به شماراتی که تقسیم بکنیم. این تقسیم بندی فضا هم اگر که اون اجزایش اندازه پذیر باشن هر مجموعه دیگه ای رو تمیز برش میده. صورت دقیقش این بود که AJ ها شمارات اندازه پذیر و 2 به 2 مجزا. همچنین خانواده‌ای داشته باشیم. A رو بگیرید باشه اجتماع این AJ ها. وقت برای هر X زیر مجموعه Rn اندازه بیرونی X لزومی نداره که اندازه پذیر باشه. اون نکته این قضیه این بود. اندازه بیرونی X اشتراکش با A میشد سری اندازه بیرونی X اشتراکش با AJ، که این اومدیم اول برای
یه خانواده متناهی ثابت کردیم و بعد با حدگیری برای یه خانواده شمارا نتیجه رو به دست آوردیم. این هم آخرین چیزی بود که جلسه قبل ثابت کردیم. حالا میخوایم به این سمت بریم که نشون بدیم که اجتماع و اشتراک شمارات مجموع اندازه پذیره و اندازه بیرونی روی خانواده مجموعه اندازه پذیر شمارا جمعیه، یعنی اندازه بیرونی اجتماع شمارات مجموع اندازه پذیر 2 به 2 مجزا میشه مجموع اندازه هاشون، که در واقع این خیلی سریع از همین قضیه نتیجه میشد. اگر x رو بذاریم Rn، نتیجه میشه که اندازه بیرونی اجتماع AJ ها، اجتماع مجزاشون، میشه جمع اندازه بیرونی هاشون. پس اندازه بیرونی رو اگر تهدید کنیم به این خانواده مجموعه های اندازه پذیر، اینو با M نشون میدیم دیگه، ستاره رو میندازیم به این میگیم اندازه لبک. فکر کنم جلسه قبل به این هم اشاره کرده بودم. خب پس فقط یه قدم مونده که در واقع اون خانواده مجموعه اندازه پذیر رو، خواص اصلیش رو ثابت کنیم و بعد حالا تعریف اندازه رو یه بار دیگه اونجا یادآوری میکنم، ولی خاصیت اساسی که شماره جمعی بودنه الان در واقع ما ثابتش کردیم، جلسه قبل ثابت کرده بودیم. قبل از اینکه وارد درس امروز بشم ادامه بدم از اینجایی که بهش رسیدیم، یادم رفت اینو اول جلسه بگم. نمرات میان ترم رو من در CW وارد کردم توی قسمت، حالا شاید بعضی دیده باشید، توی قسمت خود اون کویزی که به عنوان امتحان، یعنی تو خود داخل امتحان وارد نشد، تو اون گرید بوکش بعد برید و نمرات سوالات هم مجزا وارد شده و نمره امتحان میان ترم اونجا وارد شد. حالا اگر ندیده بودید اونجا میتونید برید ببینید. خب پس این تا اون قدم آخر رو هم برداریم. قضیه فرض کنید که AJ یه خانواده شمارا از مجموعه های اندازه پذیر. اون وقت اجتماع اینها و اشتراکشون هم اندازه پذیره. خب لزومی هم نداره دیگه، شرط مجزا بودن هم نداریم. اجتماع و اشتراک شمارا تا اندازه پذیر میشه. ناشمارا که دیگه قطعا درست نیست، چون که تک نقطه ها اندازه صفرن، اندازه پذیرن و خب هر زیر مجموعه Rn اجتماع ناشمارا تا نقطه میشه نوشتش و Rn زیر مجموعه هایی داره که اندازه پذیر نیستن. حالا باز این جلسه بعدی مثال هم میبینیم که زیر مجموعه اندازه ناپذیر هم وجود دارن. بنابراین این دیگه از این قوی تر نمیشه چیزی رو بیان کرد و این خاصیت هم به همراه اون دوتا خاصیت اساسی دیگه، یکی این که تحت مکملگیری اندازه پذیرها بستن، خانواده اندازه پذیرها بسته است، و اینکه شامل تهی هم میشه، و این خاصیت که تحت اجتماع شمارا بسته است، خاصیت های یعنی اصلی و تعریف کننده مجموعه اندازه پذیرن که هر خانواده‌ای که این خاصیت رو داشته باشه اصطلاحاً بهش میگن یه سیگما جبر. یکم بیشتر راجع به این حرف میزنیم. راجع به قضیه رو ثابت کنیم. خب اولا که کافیه برای اجتماع قضیه رو ثابت کنیم، خاطر اینکه اشتراک رو میتونیم بر حسب مکمل گیری و اجتماع بنویسیم. و تحت مکمل گیری هم که خانواده بسته است. پس کافیه برای اجتماع ثابت کنیم.
کاری که میکنیم اول میایم این خانواده رو تبدیلش میکنیم به خانواده مجزا. B1 رو میذاریم A1، BK رو میذاریم AK منهای قبلی ها، منهای اجتماع قبلی ها. یه خانواده 2 به 2 مجزایی میشن این BJ ها و اجتماعشون هم اجتماع AJ هاست و در واقع چون اجتماع متناهی تا اندازه پذیر و تفاضل دو تا اندازه پذیره، اینا همه اندازه پذیرن. پس یه خانواده شماره و 2 به 2 مجزا از مجموعه اندازه پذیر به دست آوردیم که اجتماعشون میشه اجتماع AJ ها. دقیقا همین رو میخوایم بگیم. اسم این رو بذاریم A. این A رو میخوایم ثابت کنیم که اندازه پذیره، یعنی تو اون خاصیت تعریف کننده صدق میکنه. یعنی چی باید نشون بدیم؟ یعنی برای هر X زیر مجموعه دلخواه Rn رو در نظر بگیریم، باید نشون بدیم که اندازه بیرونی X بزرگتر مساوی اندازه بیرونی X اشتراکش با A به اضافه اندازه بیرونی X اشتراکش با مکمل A. خب اندازه بیرونی X اشتراکش با A این مساوی در واقع قضیه قبلی استفاده میکنیم، جمع اندازه بیرونی X اشتراکش با BJ هست. چون BJ های خانواده شماره از مجموعه های اندازه پذیر و 2 به 2 مجزا بودن، اجتماعشون هم میشه A. دقیقا قضیه قبلیه. اون یکی اندازه رو خودش رو میذاریم، اندازه X اشتراکش با مکمل A. این در واقع اینو هنوز ثابت نکردیم. خب این که مساوی شد، کافیه بگم که این کوچکتر مساوی اندازه بیرونی X. خب اندازه بیرونی یکم بذارید من این رو اینجا پاک کنم. خب این تصاویر رو داریم، میخوام نشون بدیم که این کوچکتر مساوی اندازه بیرونی X. خب این کوچکتر مساویه این تو ذهنتون باشه، بذارید جداگانه بنویسم ساده تر به دیده میشه. به جای اینکه سری رو از 1 تا بی نهایت جمع بزنیم، میایم از 1 تا 1 کی جمع بزنیم. جمع اندازه بیرونی X اشتراکش با BJ J از 1 تا K. خب این میشه اندازه بیرونی X اشتراکش با این اجتماع BJ ها. این اسمشو میذارم CK که این هستش همون اجتماع J از 1 تا K BJ ها. خب اجتماع متناهی تا اندازه پذیره، این CK اندازه پذیره. بنابراین این خاصیت رو داریم که یعنی اندازه بیرونی X میشه مساوی اندازه بیرونی X اشتراکش با CK به اضافه اندازه بیرونی X اشتراکش با مکمل CK. حالا دقت کنید که مکمل CK اجتماع متناهی تا از BJ ها بود، A اجتماع همه BJ هاست، پس مکمل CK شامل مکمل A میشه. بنابراین این بزرگتر مساوی این قسمت رو خودش رو نگه میدارم، اینو می نویسم اندازه بیرونی X اشتراکش با مکمل A. خب الان یکی از اون جملاتی که بالا داشتیم ظاهر شد. شاید این رو یه بار دیگه بنویسم که این رو میخوایم نشون بدیم که کوچکتر مساوی اندازه بیرونی X. خب یکی از جملات ظاهر شد. اون یکی جمله رو
ما بیایم بر حسب این سریه بنویسیم. یعنی اینجا رو بنویسیم جمع J کوچکتر مساوی K اندازه بیرونی X اشتراکش با BJ. حالا این نامساوی برای هر K برقراره و خب K رو به بی‌نهایت هم مل بدیم بازم برقرار میشه، چون که اون جملات مثبتن داره صعود میکنه، کران بالا هم که برقراره دیگه، یعنی تو حدگیری برقرار میمونه، بنابراین اون نامساوی که دنبالش بودیم ثابت میشه. پس طبق اجتماع بی جی ها که همون اجتماع ای جی ها بود این هم اندازه پذیر میشه. پس ثابت کردیم که خانواده اندازه پذیرها این خانواده اندازه پذیرها این سه تا خاصیت رو داره. یکی این که شامل تهی میشه، تحت مکمل گیری بسته است و تحت اجتماع شماره هم بسته است. هر خانواده از زیر مجموعه های یه مجموعه که این سه تا خاصیت رو داشته باشه بهش میگن یه سیگما جبر. یه سیگما جبر از مجموعه ها. اون سیگما هم به خاطر اینکه اینجا اجازه دادیم اجتماع شماره بگیریم سیگما از اونجا میاد. بی جی ها مجزا، بله بی جی ها مجزا میشدن دیگه، مشکل چیه؟ بفرمایید. سلام بفرمایید. الان پس فکر کنم من شاید یه جایی رو نفهمیدم. اگه بی جی ها مجزا میشن خب طبق قضیه قبلی میدونیم که اندازه پذیر میشه دیگه اون اجتماع. نه اون مشکل قضیه قبلی کجاست؟ قضیه قبلی نمیگه اندازه پذیر میشه. قضیه قبلی فقط میگه که اون تساوی برقرار میشه. ادعایی راجع به اندازه پذیریش نداره. آره یعنی باید ما درست مکملش رو هم در واقع یه جوری توی اون ظاهر کنیم. درست بله. ببخشید من خواهش میکنم. خب بله این یعنی این کاری که کردیم برای این بود که صرفا اون مکمل A همونجا ظاهر بشه. خب برگردم به این تعریف. اندازه خانواده اندازه پذیرها رو در نظر گرفتیم و خانواده اندازه پذیرها این سه تا خاصیت اساسی رو داشت. هر خانواده‌ای که این سه تا خاصیت رو داشته باشه رو بهش میگیم یه سیگما جبر. حالا ما با سیگما جبرهای خیلی زیادی تو این درس کار نداریم. درس‌های پیشرفته‌تر آنالیز بگیرید مثل آنالیز حقیقی یا حالا درس‌های دیگه پیشرفته‌تر از اون با اندازه‌های کلی‌تر و سیگما جبرهای کلی‌تر سر و کار خواهید داشت. این سیگما جبر رو بهش میگیم سیگما جبر اندازه پذیرهای لبک. خب یه سیگما جبر بورل هم هست که حالا اون رو جلوتر تعریف میکنم که دو تا سیگما جبر اصلیه که ما باش سر و کار داریم. خب این پس یه سیگما جبر شد خانواده اندازه پذیرها. این رو میایم دامنه اندازه بیرونی میگیریم که این از این سیگما جبر ام به صفر و بی نهایت. خب مقدارش همون اندازه بیرونیه که گفتم به این میگیم اندازه لبک و دو تا خاصیت داره اندازه لبک. اندازه توهی میشه صفر و اندازه اجتماع شمارات مجموعه مجزا میشه جمع اندازه هاش که خب چون اندازه نامنفی هست ساده است. از این جمعی بودن ساده نتیجه میشه که در واقع اندازه، البته الان اندازه که همون اندازه بیرونیه ولی اگر فقط همین دوتا خاصیت رو هم میدونستیم ساده نتیجه میشد که اندازه باید یک نوا هم باشه و شماره زیر جمعی هم باشه تو حالتی که این اجتماع مجموعه ها مجزا نباشه. ولی خب این خاصیت اضافه داره. اگر که اجتماع مجموعه ها 2 به 2 مجزا باشن اندازه اجتماعشون میشه جمع اندازه هاشون که قوی تر از اون خاصیت اندازه بیرونی هست.
هر تابعی هم که این خاصیت ها رو داشته باشه، از یه سیگما جبر تعریف شده باشه به صفر و بی‌نهایت و این دوتا خاصیت رو داشته باشه، بهش میگن یه اندازه. این اندازه خاص اینو بهش میگن اندازه لبک. ما هم بیشتر در واقع توی این درس فقط با اندازه لبک کار داریم و تک و توک توی مثال ها یا تمرین اندازه دیگه ممکنه بهش اشاره بشه. بذارید فقط به عنوان مثلا بگم که یه مثال از یه اندازه دیگه، مثال معروف اندازه شمارشی. اندازه شمارشی که میو هر مجموعه A رو تعریف میکنیم تعداد اعضاش، که تعداد اعضا اگر A متناهی بود که تعداد اعضاش میشه، اگر متناهی نبود میشه بی‌نهایت. اندازه میتونه مقدارش بی‌نهایت بشه. نوش میگن اندازه شمارشی. خودتون میتونید چک کنید که این خاصیت اندازه رو داره. اندازه توهی که صفر طبق تعریف، اون شماره جمعی بودنش رو هم خودتون میتونید چک کنید که چه ساده ای. ولی یه مثال معروف دیگه از اندازه ها. ولی ما صرفا با همه اندازه لبک کار داریم، خیلی اندازه کلی رو نمیخوایم بررسی کنیم. خب این مفهوم پس سیگما جبر و اندازه. پس ما الان یه اندازه بیرونی ساختیم، اومدیم از روی اون اندازه پذیری رو تعریف کردیم. مجموعه اندازه پذیر مجموعه هایی بودن که سایر مجموعه ها رو تمیز برش میدادن. خانواده اندازه پذیرها سیگما جبر میشد و تهدید اندازه بیرونی به این سیگما جبر یه اندازه میشه که بهش میگه اندازه لبک. پس ما الان تعریف اندازه لبک رو داریم، خاصیت های ابتداییش رو هم میدونیم چیه و خاصیت های ابتدایی دامنش رو هم میدونیم چیه. گرچه الان قدم بعدی باید ببینیم که این دامنه به چه اندازه، یعنی ما هنوز مثال از مجموعه های اندازه پذیر خوش خیلی خوب نداریم، فقط میدونیم که اندازه صفرها اندازه پذیر هستن. قدم بعدی نشون میدیم که این اندازه پذیرها شامل بازه ها هم میشن که چون تحت مکملگیری بستن شامل بسته ها میشن و خب دیگه از اونجا با اجتماع و اشتراک گرفتن شماره و مکملگیری هی میتونیم مجموعه های پیچیده تری بسازیم که اندازه پذیر بشن. حالا قبل از اینکه در واقع وارد قدم بعدی بشیم و ببینیم که مثال، یعنی مثالهای بهتر از مجموعه اندازه پذیر رو نشون بدیم که اندازه پذیرن، یه خاصیت دیگه ای که اندازه داره خاصیت ساده بهش میگن پیوستگی اندازه. حالا اینو شاید مثلا تو درس احتمال دیده باشید که اونجا بهش میگن پیوستگی احتمال. تا احتمال خودش یه اندازه‌ایه که یعنی یه اندازه احتمال یه اندازه است به این تعریفی که ما داریم، فقط یه شرط اضافه داره که اندازه کل فضا بشه یک. مثلا همین اندازه لبک رو اگر به مجموعه 0 و 1 محدودش کنیم، تهدیدش رو در نظر بگیریم، میشه اندازه احتمال روی دامنه 0 و 1. گرچه حالا اندازه احتمال دیگه ای هم وجود داره. همون چیزی که اونجا توی درس احتمال دیدید برای اندازه های کلی هم درسته و اثبات هم همون چیزیه که حالا اگر اثبات اونجا دیده باشید اثبات ساده‌ایه که همون اثبات اینجا هم کار میکنه. خب پیوستگی یعنی این که به یه معنای این تابع M پیوسته است. یه M یه تابعی از که به هر مجموعه یه عددی نسبت میده. اگر یه مفهوم مناسبی از همگرایی مجموعه ها داشته باشیم، مجموعه هایی که همگرا میشن اندازهشون هم همگرا میشه. خب حالا دو تا مفهوم ساده و پرکاربرد از همگرایی مجموعه ها اینجا داریم که هر دوتاش هم در واقع اندازه نسبت بهشون پیوسته است. حالا من برای اندازه لبک بیان میکنم، ولی در دل اثبات اگر نگاه کنید فقط از خاصیت های تعریف کننده اندازه استفاده میکنم، بنابراین خیلی کلی‌تر برقراره. فرض کنید که AJ یه دنباله شماره از اندازه پذیرها باشه. خب
اگر که این دنباله صعودی باشه، AJ صعودی باشه، که منظورم از دنباله صعودی از مجموعه ها صعودی نسبت به جزئیت. خب دنباله صعودی شهوداً مشخصه که اگر بخوایم بگیم که این حد داره، حدش یعنی اجتماعش و اندازه اجتماعش میشه حد اندازه هاش. مشابهش برای دنباله نزولی هم برقراره. اگر AJ نزولی باشه که یعنی اینکه نزولی نسبت به جزئیت باشه، اون وقت حد اشتراکشون میشه اندازه اشتراکشون، که اشتراکشون در واقع طبیعیه که به عنوان حد این مجموعه ها در نظر بگیریم، میشه حد اندازه هاشون. تا یه شرط اضافه اینجا میخواد که درس احتمال، خب این شرط رو نمیگن چون به وضوح برقراره، این که اندازه مثلا اولیش متناهی باشه. این توی تعریف نزولی بودن نیست، اون شرط قضیه است. اندازه اولی یعنی صورت قضیه میرسم اولی، ولی فرق نمیکنه از یه جای به بعد هم که اندازه متناهی باشه، چون اندازه یک نواست از اون جای بعد هم اندازه ها متناهی میشن، قضیه برقرار، پیوستگی برقراره. ولی اگر که اندازه هیچ کدوم از اعضای دنباله متناهی نباشه، اندازه اشتراک یعنی اندازه حد مساوی حد اندازه ها نمیشه. که مثال خیلی ساده هم میشه زد، مثلا مجموعه های n و بی نهایت و این بازه ها رو در نظر بگیرید، اندازه همشون بی نهایت دارن نزول هم میکنن، اشتراکشون تهی میشه، اندازه تهی صفره، منتها حد بی نهایت ها نیست دیگه. بنابراین اون شرط این که از حداقل از یه جایی به بعد اندازه جملات دنباله نزولی متناهی بشه شرط لازمی. خب این خاصیت هم برقراره، بیایم ثابت کنیم. در واقع یکیشو ثابت کنیم، دومی اون یکی از روی دیگری نتیجه میشه. خب کاری که میکنیم مشابه حالت قبلی، یعنی فرض کنید که یه دنباله صعودی داریم A1 A2 همینجور تا A3 تا بی نهایت. خب کاری که میکنیم میایم مشابه اثبات قبلی میایم اینا رو مجزا میکنیم، یعنی میایم B1 رو میذاریم A1، BK رو میذاریم AK منهای اجتماع قبلی ها، که در واقع میتونم بگم همون AK منهای 1. خب پس B1 میشه این ناحیه هاش رو خورده بین، B2 میشه این ناحیه، همینجور تا آخر. اینا دو به دو مجزان، اندازه پذیرن. اجتماع بی جی ها دوباره میشه اجتماع ای جی ها. خب اگر اندازه یک کدوم از این اعضای دنباله بی نهایت باشه، که اندازه از اونجا به بعد جملات دنباله بی نهایت، اندازه اجتماع هم بی نهایت، بنابراین قضیه به وضوح برقراره، بی نهایت ها بی نهایت همگرا میشه. پس فرض میکنیم که MAJ متناهی باشه برای هر J. تو این حالت کافیه که تو این حالت ثابت کنیم. خب این نتیجه میده که MBJ هم متناهیه، چون BJ زیر مجموعه AJ و به علاوه داریم که اندازه اجتماع AJ ها که همون اندازه اجتماع مجزای BJ هاست میشه سری اندازه BJ ها. خب این J از یک تا بی نهایته. خب این سری طبق تعریف یعنی حد K به بی نهایت J از یک تا K M بی جی ها. منتها اجتماع J از یک تا K
BJ ها میشه دقیقاً AK. پس این میشه حد K به بی نهایت MAK. دقیقاً همون چیزی بود که میخواستیم ثابت کنیم. و فقط هم از شماره جمعی بودن اندازه استفاده کردم، یعنی برای هر اندازه این حرف برقرار. قسمت اول. قسمت دوم مشابه همین ثابت میشه، منتها باید یه مکملگیری انجام بدیم و چون در واقع تفاضلی اونجا ظاهر میشه و باید یه بی‌نهایتی رو، یعنی باید یه جمله از طرفین تساوی کم کنیم، نمیتونه اون جمله بی‌نهایت باشه و اون فرضی هم که فرض اضافه‌ای که داریم برای این هست. خب AJ ها فرض کنید که دارن نزول میکنن، که حالا این علامت هم براش به کار میره، نزول میکنن به A که همون اشتراکشون هست. میام مکمل میگیرم. مکمل گیری رو مثلا کافیه داخل A1 انجام بدیم. برای اینکه فرض کردم اندازه A1 متناهیه، داخل A1 انجام میدم. میام CJ رو تعریف میکنم باشه A1 منهای AJ. وقت CJ های دنباله صعودی میشن که صعود میکنن به A در واقع مکمل A که میشه A1 منهای A که همون اجتماع CJ ها هم میشه. A1 منهای اشتراک که میشه اجتماع CJ های دیگه، رابطه دمورگان دیگه. پس طبق چیزی که ثابت کردیم، اندازه A1 منهای A میشه اندازه اجتماع CJ ها که میشه حد اندازه CJ ها که میشه حد، خب اندازه CJ چی هست؟ اندازه A1 منهای AJ هست. خب چون اندازه A1 متناهی، ما میتونم بنویسم اندازه A1 منهای اندازه A مساوی حد A1 هم، اندازه A1 هم که ثابت از حد میاد بیرون. که خب کافیه که اندازه A1 را از طرفین کنسل کنیم که طبق فرض متناهی این کار مجازه و چیزی که میخوایم رو نتیجه میگیریم. پس پیوستگی اندازه هم، چه پیوستگی نسبت به دنباله صعودی چه نسبت به دنباله نزولی، اینطوری ثابت میشه. پس اندازه یک تابعیه که دامنش سیگما جبره، یه تابعیه که توهی رو به توهی میبره و نامنفی هم هست. اندازه هر مجموعه بی نهایت میتونه باشه. اندازه اجتماع شمارات مجموعه مجزا هم میشه جمع اندازه هاشون و هر تابعی که این خاصیت رو داشته باشه این پیوستگی رو هم داره. حالا ما به اندازه لبک که از اندازه بیرونی ساخته میشد روی خانواده اندازه پذیرهای لبک کار میکنیم، ولی خب خیلی حرف کلی. خانواده همه مجموعه اندازه پذیر رده است. خانواده مجموعه اندازه پذیر مجموعه است، یعنی یه زیر مجموعه ای از مجموعه توانی Rn. رده اگر منظورتون اون کلاس توی نظریه مجموعه هاست که نیازی بهش نیست. نه، هر چیزی که کار میکنیم در ریاضیات در حالت عادی مجموعه است. حداقل بیان نظری مجموعه ها داره. بله. حالا سوال دیگه ای اگر هست بپرسید تا وارد بخش بعدی بشیم. خب اگر سوالی هست اینجا.
خب ادامه بدیم. حالا یکم من الان ترتیبی که میگم با ترتیب کتاب یه خورده فرق میکنه. یه بخش 3 داره توی فصل 6 کتاب، اینو میذارم بعد از این میگم، یعنی بخش 3 و 4 جاشو میخوام عوض کنم. خب بریم اول در واقع این سوال رو جواب بدیم که این خانواده مجموعه های اندازه پذیر چقدر بزرگه، یعنی شامل چه مجموعه هایی میشه. قدم اول نشون بدیم که شامل مجموعه های باز میشه، چون تحت مکمل گیری هم بسته است، شامل بسته ها هم میشه، حالا شامل خیلی مجموعه های بیشتری هم میشه. اول میخوایم نشون بدیم که بازها اندازه پذیره، یعنی یه مجموعه باز هر مجموعه دیگه ای رو به طور تمیز برش میده. با وجود اینکه در واقع دیدیم که مشکل اندازه پذیری توی مرز بود، یعنی بدرفتاری مرزی مجموعه میتونست اون رو اندازه ناپذیر کنه، و با وجود اینکه مرز بازها خیلی میتونه مجموعه بدرفتاری باشه توی RN، ولی با این حال انقدر نمیتونه بدرفتار بشه که اون باز رو اندازه ناپذیر کنه. خب حالا با خیلی بازهای ساده‌ای شروع میکنیم و جلوتر میریم از خاصیت‌های بسته بودن اندازه پذیرها تحت اجتماع و اشتراک میرسیم به بازهای کلی تر. ساده ترین چیزی که باید شروع میکنیم یک گزاره، این که در واقع یه نیم صفحه باز اندازه پذیره، نیم صفحه یا نیم فضای اکسایی توی RN که یکی از مؤلفه هاشون مثلا xi بزرگتر از یه عدد a هست، این اندازه پذیره. خب این یه بازیه، یه باز خیلی خاصی که نشون بدیم اندازه پذیره. خب باید چی نشون بدیم؟ باید برای هر اکسی نشون بدیم که این نیم فضا باشه، این ابرصفحه xi مساوی a باشه. خب چیزی که میخوایم نشون بدیم اینه که هر مجموعه xی در نظر بگیریم، این نیم فضا این رو داره به طور تمیز برش میده، یعنی اون قسمتی که بالای ابرصفحه هست با اون قسمتی که پایینش هست جمع اندازه هاشون میشه اندازه کل x. خب این رو ثابت کنیم. در واقع اتفاق خوبی که میفته اینه که این نیم فضا یا ابرصفحه مستطیل ها رو برش میده به مستطیل. یعنی من اگر که بیام تلاش کنم این x رو با یه مستطیل هایی بپوشونم، وقتی از این وسط برش میدم این هم دوباره دوتا مستطیل برام باقی میذاره. خب حالا دقیق‌تر اثبات رو بنویسیم. میخوایم ثابت کنیم که اندازه بیرونی x بزرگتر مساوی اندازه بیرونی x اشتراکش با نیم فضاست به اضافه اندازه بیرونی x اشتراکش با مکمل نیم فضا. میخوایم اینو نشون بدیم. خب اگر اندازه بیرونی x بی نهایت باشه که به طور بدیهی برقرار نامساویه، پس فرض میکنیم که متناهیه. خب بیایم دو قسمت این رو تجزیه کنیم. این اشتراک رو اسمشو بذاریم x مثبت، این رو هم اسمشو بذاریم x منفی. ببخشید نه، این x منفی رو اینجوری در واقع میخوام تعریف کنم. x منفی رو بگیرید x اشتراکش با xi اکیداً کوچکتر از a. خب اون قسمت اکیداً بزرگتر از a هم که اسمشو میذاریم x مثبت. اول فرض کنید که x اشتراکی با ابرصفحه نداره. تو این حالت ثابت کنیم، بعد تو حالت کلی نتیجه میگیریم. به خاطر اینکه ابرصفحه اندازش هم صفره، مشکلی تو حالت کلی ایجاد نمیکنه.
خب میخوام اندازه چیزی که میخوام نشون بدیم اینه که اندازه بیرونی x مثبت به اضافه اندازه بیرونی x منفی کوچکتر مساوی اندازه بیرونی x هست. خب میایم یه پوششی برای x در نظر میگیریم با استفاده از مستطیل ها. یه پوشش با استفاده از مستطیل های باز در نظر میگیریم. RJ رو میتونیم بنویسیم، یعنی بیایم RJ مثبت و RJ منفی در نظر بگیریم. نه x مثبت و x منفی رو میپوشونم. چون x اشتراکی با ابرصفحه نداره، اون قسمت اشتراک مستطیل با ابرصفحه رو بذاریم کنار. اون چیزی که باقی میمونه دو تا مستطیل بازه. پس در واقع از تعریف میتونیم استفاده کنیم و البته واضح هم است که اندازه حجم RJ میشه حجم RJ مثبت به اضافه حجم RJ منفی. صفحه قبل رو خب میخوایم نشون بدیم که نامساوی بالا رو نشون بدیم. خب x مثبت زیر مجموعه اجتماع RJ مثبت هاست، پس اندازه x مثبت کوچکتر مساوی سیگما RJ مثبته و همینطور x منفی اندازه x منفی کوچکتر مساوی سیگما RJ منفی. خب سیگما رو ما میتونم با هم جمع کنم، اینم میشه مساوی سیگما RJ و حالا من این پوشش رو یه جوری انتخاب میکنم که این کوچکتر بشه از اندازه x به اضافه یه اپسیلونی و اپسیلون هم دلخواهه، به صفر میل میدیم، اون چیزی که میخوایم نتیجه میشه. پس اگر x ابرصفحه رو قطع نکنه، نیم فضا اون رو به طور تمیز برش میده. خب حالا حالت کلی y رو بگیرید یه مجموعه دلخواه، x رو بذارید y منهای اشتراک y با ابرصفحه. خب x دوباره خاصیتی که فرض کردیم رو داره، یعنی با ابرصفحه اشتراکی نداره، پس نیم فضا داره x رو به طور تمیز برش میده. خب حالا میخوام خاصیت رو برای y ثابت کنیم. اندازه بیرونی y اشتراکش با xi بزرگتر از a به اضافه اندازه بیرونی y اشتراکش با xi کوچکتر مساوی a. خب این جمله اول رو که من میتونم بنویسم اندازه بیرونی x مثبت. جمله بعدی رو میتونم بنویسم کوچکتر مساوی اندازه بیرونی x منفی به اضافه اندازه بیرونی y اشتراکش با ابرصفحه. من به خاطر زیر جمعی بودن اندازه بیرونی. خب ابرصفحه اندازه صفره، y اشتراکش با ابرصفحه هم اندازه صفره، این کلا این جمله صفره. پس این میشه اندازه بیرونی x مثبت به اضافه اندازه بیرونی x منفی. طبق چیزی که ثابت کردیم این مساوی میشه با اندازه بیرونی x که اینم کوچکتر مساوی اندازه بیرونی y خاطر یک نوایی اندازه بیرونی. بنابراین اون نامساوی که میخواستیم برای زیر مجموعه دلخواهی مثل y ثابت میشه. پس نیم فضاهای باز اندازه پذیره. خب این در دل اثبات فقط این استفاده میکنیم که نیم فضاها مستطیل ها رو تبدیل میکنن، برش میدن به دو تا مستطیل و حجم مستطیل ها هم تحت این برش خوش رفتار عمل میکنه. خب
هنوز دقت کنید که ما هنوز نمیدونیم که مستطیل ها چه باز یا بسته، هنوز ما ثابت نکردیم که اندازه پذیرن. ما میدونیم که اندازه بیرونیشون مساوی حجمشونه، ولی اینکه اندازه پذیرن رو نمیدونیم هنوز. حالا قدم بعدی، یعنی در واقع در اثبات قبلی نمیتونستیم از اندازه پذیری مستطیل ها، مثلا اینکه اندازه بیرونی آر مثبت به اضافه آر منفی میشه اندازه بیرونی آر، اینو نمیتونستیم استفاده کنیم چون نمیدونستیم اندازه پذیری آر رو. ولی حجمشون رو، چون که به هر حال حاصل ضرب طول اضلاع، خیلی ساده میتونیم ببینیم که اون اتفاق برش میفته. ولی قضیه که ثابت کردیم، در واقع گزاره‌ای که ثابت کردیم به ما کمک میکنه. الان میتونیم ثابت کنیم که مستطیل های باز اندازه پذیرن. های باز اندازه پذیرن. خب یه مستطیل در نظر بگیرید مثل مستطیل باز، حاصل ضرب یه سری بازه است دیگه، ای آی و بی آی. خب اینو میتونیم بنویسیم اشتراک آی از 1 تا n x آی بزرگتر از ای آی باشه، اشتراکش با x آی کوچکتر از بی آی باشه. این دقیقا داره بازه رو مشخص میکنه. اشتراک همه اینها هم در واقع اشتراک یه تعدادی نیم فضاست که دقیقا میشه همون مستطیل. اولی ضربه دیگه، بله اولی ضربه. این چیزی که اینجا نوشتم در واقع نیم فضاست. اشتراک یه تعدادی نیم فضا میشه یه مستطیل دیگه. اشتراک این نیم فضا و این نیم فضا و این نیم فضا و این نیم فضا میشه این مستطیل. تو حالت n بعدی هم همینه دیگه. حالا xi بزرگتر از ai اندازه پذیره، xi کوچکتر از bi هم اندازه پذیره، چون میتونیم بنویسیم مکمل xi بزرگتر مساوی bi. این هم اندازه پذیره چون این هستش xi بزرگتر از bi اجتماعش با یه اندازه صفر. اندازه صفر هم اندازه پذیرن، پس این اندازه پذیر میشه، مکملش هم اندازه پذیر میشه. پس همه چی اینجا اندازه پذیره، اشتراک متناهی اندازه پذیرم اندازه پذیر میشه، پس مستطیل باز اندازه پذیر میشه. پس مستطیل های باز هم الان ثابت کردیم که اندازه پذیرن. خب دیگه از اینجا دیگه خیلی کاری باقی نمونده. میخوایم نشون بدیم که قضیه زیر مجموعه های باز یا بسته Rn اندازه پذیرند. به خاطر اینکه تحت مکمل گیری بسته از خانواده اندازه پذیرها کافیه بگیم که بازها اندازه پذیرن. یه بازی زیر مجموعه Rn در نظر بگیرید. خب هر نقطه باز رو که من در نظر بگیرم میدونم که یه مکعبی وجود داره حول این باز، حول این نقطه مکعب باز زیر مجموعه یو. حالا میتونید مثلا اگر در واقع مکعب‌های باز یه پایه برای توپولوژی Rn هن، میتونید اینجوری بگید که یه گویی شامل X وجود داره و خب یه مکعبی داخل گوی هم وجود داره. پس یو رو در واقع من میتونم بنویسم اجتماع یه سری مکعب باز، منتها این اجتماع برای ازای هر X توی یو. این اجتماع ناشماره است تو حالت دلخواه، حالت کلی. خب ولی یه پوشش بازی دارم و هر پوشش بازی تو Rn یه زیر پوشش شماره داره. زیر پوشش شماره داره، پس یو رو در واقع میتونم بنویسم اجتماع QXJ.
هر پوشش باز تو Rn زیر پوشش شماره داره. علتش همین است که Rn یه زیر مجموعه چگال شماره داره که همون کیوب توان n. پس هر بازی رو میتونم بنویسم اجتماع شمارات مکعب باز، مکعب‌های باز اندازه پذیرن، اجتماع شمارات اندازه پذیر میشه. پس هر بازی اندازه پذیره. با مکمل گیری میبینیم هر بسته ای هم اندازه پذیره. پس خانواده مجموعه اندازه پذیرمون یک سیگما جبری میشه، یعنی تحت مکمل گیری و اجتماع و اشتراک شمارا بسته است و شامل بازها و بسته ها میشه، شامل اندازه صفرها هم میشه و خیلی خانواده بزرگی هستش. در واقع اصلا برای اینکه نشون بدید که مجموعه اندازه ناپذیر وجود داره احتیاج به اصل انتخاب دارید. بدون اصل انتخاب نمیتونید یه مجموعه اندازه ناپذیر رو بسازید. بنابراین هر چیزی که میتونید در یه فرآیند ساختنی توصیفش کنید، هر زیر مجموعی از Rn رو، این حتما اندازه پذیر میشه. خیلی خانواده بزرگی میشه. گرچه به هر حال مجموعه اندازه ناپذیر هم وجود دارن، یعنی اصل انتخاب رو تقریبا همه در همه ریاضیدان هایی که حالا خارج از منطق و نظری مجموعه ها کار میکنن تقریبا همه اصل رو میپذیرن، خصوصا در آنالیز. و مجموعه اندازه ناپذیر به هر حال از دید عموم وجود داره. خب پس بازها و بسته ها اندازه پذیرن. از روی این نتیجه میشه مجموعه اندازه پذیر جردن هم اندازه پذیرن. S اگر اندازه پذیر جردن باشه اون وقت اندازه پذیر هم هست، یعنی اندازه پذیر لبک هم هست. اندازه پذیر جردن چی بود؟ مرزش اندازه صفر بود. خب هر مجموعه رو میشه نوشت درونش اجتماعش با مرزش، منتها خب ممکنه بسته نباشه. اون قسمتی از مرز رو باید بگیریم که زیر مجموعه S. درون که بازه، مرز هم که اندازه صفر، زیر مجموعهش اندازه صفر میشن. هر دوتا اندازه پذیرن، اجتماع اندازه پذیرها هم اندازه پذیر میشه. پس اندازه پذیرهای جردن اندازه پذیرن، به طور خاص همه مستطیل ها اندازه پذیر میشن. خب این هم اطلاعات اولیه راجع به خانواده اندازه پذیرها. سوالی هست تا اینجا؟ اثبات میشه که نمیشه ساخت. بله، بدون اصل انتخاب میشه ثابت کرد که مدل هایی از نظریه مجموعه ها وجود داره که اصل انتخاب توش درست نیست و همه زیر مجموعه R اندازه پذیر میشه. انتها یعنی مدلی نیست که یعنی عموم ریاضیدان ها درش کار کنن و بپذیرن که توصیف مناسبی هست. مثال اندازه پذیر رو میگم، یعنی جزء درس، حالا شاید همینجا هم خیلی بد نباشه که اینجا بگم. آره بهش میرسیم. نه همشون همینا نیستن. حالا الان راجع به اونم حرف میزنم. خواهش میکنم سوال دیگه اگر هست. بله خواهش میکنم سوال دیگه هم اگر هست بپرسید. خب بذارید پس به همین دو تا سوال جواب بدیم. یکی این که اندازه پذیرها در واقع چه مجموعه هایی هستن. در واقع این سوال که آیا همه اندازه پذیرها رو بازها و بسته به معنایی میسازن، اینجوری میشه بهش جواب دقیق داد که ببینید خانواده اندازه پذیرها رو در نظر بگیرید. این شامل خانواده بازهاست. حالا مثلا اینجوری نمایش بدم. این خانواده بازها
از جو نذارم که قاطی نشه با یه باز. مثلا توپولوژی RN رو با T نمایش بدم که مجموعه بازهاش میشه. این هم اندازه پذیرها. خب اندازه پذیرها میدونیم که شامل بازها میشن و یه سیگما جبر هم هست. اعمال سیگما جبر چیه؟ مکمل گیری و اجتماع شماره گرفتن. خب این یه سوال طبیعیه که آیا در واقع این اندازه پذیرهای لبک کوچکترین سیگما جبر شامل بازها هستن یا نه، که جوابش هم منفیه. در واقع تو حالت کلی اشتراک هر خانواده از سیگما جبرها سیگما جبره. خیلی ساده است اثباتش. یعنی اگر که یه سری سیگما جبر داشته باشیم که تحت مکمل گیری، اولا همه شامل تهی هن، اشتراکشون شامل تهی میشه. تحت مکمل گیری همه بستن، اشتراکشون بسته میشه و همینطور تحت اجتماع شماره. پس اشتراک سیگما جبرها سیگما جبره. بنابراین میتونیم سیگما جبر تولید شده توسط مجموعه رو بهش معنا بدیم. فرض کنید که A یه خانواده ای از مجموعه ها باشه، مثلا زیر مجموعه توانی آره. سیگما جبر تولید شده توسط A این میشه اشتراک همه سیگما جبرهای شامل A. اولا دقت کنید حداقل یه سیگما جبر شامل A هست که اونم کل مجموعه توانی. بنابراین اشتراک معنا داره. این دقیقاً میشه کوچکترین سیگما جبر، یعنی اشتراک وجود داره، خودش هم سیگما جبره، شامل A هم هست. کوچکترین سیگما جبر شامل A. بنابراین اینو بهش میگن سیگما جبر تولید شده توسط A. ایده مشابه تعریف مثلا زیر فضای تولید شده توسط مجموعه است، یا مثلا زیر گروه تولید شده توسط مجموعه. قاعدتا این ایده رو، یا مثلا توپولوژی تولید شده توسط یک مجموعه، این ایده رو قاعدتا تا حالا چندین بار دیده باشید. خب سیگما جبر تولید شده توسط مجموعه هم معنا داره و سیگما جبر تولید شده توسط بازها، یا فرقی نمیکنه بسته ها، این اگر که بازها خانواده بازها باشه. سیگما جبر تولید شده توسط بازها رو بهش میگیم که سیگما جبر بورل. اینا در واقع مجموعه اندازه پذیری هستند که از روی بازها با مکمل گیری و اجتماع و اشتراک شماره گرفتن ساخته میشه. خب که بزرگتر از، یعنی قطعا بیشتر از بازها و بسته ها اینجا هستن. دو تا مثالش رو قاعدتا دیده باشید. یه مجموعه جی دلتا یه مجموعه که این اشتراک شمارات باز، که اجتماع دلخواه بازها باز میشه ولی اشتراک غیر متناهی بازها لزوما باز نمیشه. اشتراک شمارات باز رو بهش میگیم جی دلتا. مشابهاً مکملش میشه یه مجموعه اف سیگما، میشه اجتماع شمارات بسته. این هم لزوما بسته یا باز نمیشه ولی بهش میگیم مجموعه اف سیگما. پس جی دلتا ها و اف سیگما ها همه توی مجموعه بورل هستن، گرچه خیلی مجموعه دیگری هم هست. یعنی مثلا اجتماع شماره بگیریم از جی دلتا ها یا اشتراک شماره بگیریم از اف سیگما ها، اینا هم باز بورلن. این کار رو هی میشه ادامه داد. یعنی خیلی خانواده بزرگتری از خانواده بازها، ولی باز هم یعنی همه در واقع مجموعه های اندازه پذیر RN رو بورل نیستن. یعنی زیر مجموعه های بورلی وجود دارن که یعنی زیر مجموعه های اندازه پذیری وجود دارن که بورل نیستن. ولی یه چیزی درسته، یعنی اگر بورل ها رو ساخته باشیم برای اینکه برسیم به اندازه پذیر دلخواه دیگه خیلی راه لازم نداریم به این معنایی.
تنها کافیه که یه مجموعه اندازه صفر رو اضافه کنیم. یعنی تو حالت کلی این حرف درسته که یه مجموعه اندازه پذیر دلخواه اجتماع یه مجموعه بورل با یه مجموعه اندازه صفر. در واقع خورده حتی قوی تر هم حرفا میشه زد، یه مجموعه اندازه پذیر دلخواه توی Rn اجتماع یه مجموعه F سیگماست با یه مجموعه اندازه صفر. یا دوگانش میتونیم اینجوری بگیم که از روی مجموعه G دلتا یه مجموعه اندازه صفر رو برداریم، یه مجموعه اندازه پذیر دلخواه رو میتونیم بسازیم. پس اندازه پذیرهای لبگ توی Rn خیلی فاصله با بورل ها ندارن. خیلی بورل های خاصی هم کافیه برای کاری که میخوام انجام بدیم. ولی به هر حال اندازه پذیرهای وجود دارن که بورل نیستن. حالا این قضیه رو ثابت میکنیم. این خاصیتی که اندازه پذیرها رو میشه با در واقع اف سیگما ها یا جی دلتا ها تقریب زد یا متناظرن با بازها و بسته ها میشه تقریب زد، بهش میان منظم بودن یا رگولار بودن اندازه، که در واقع اندازه لبگ ما اندازه منظم یا رگولار هست. همه اندازه ها این خاصیت رو ندارن، ولی به هر حال اندازه لبگ اندازه خیلی خاصیه که خاصیت های ویژه هندسی داره و این خوش رفتاری رو هم داره. خب سوالی هست اینجا؟ خب اگر سوالی نیست بذارید ادامه بدیم. پس بیایم ثابت کنیم که این چیزی که بیان کردم رو، رگولار بودن اندازه لبگ رو دقیقاً بیان کنم که منظورم چی هست. صورت قضیه رو فرض کنید که A زیر مجموعه Rn باشه، اون وقت گزاره های زیر معادلن. یکی این که A اندازه پذیره، دو این که برای هر اپسیلون مثبت وجود داره باز U شامل A به طوری که اندازه بیرونی می نویسم چون هنوز نمیدونیم A اندازه پذیره، اندازه تفاضل این دوتا از اپسیلون کمتر باشه. سه اینه که وجود داره یه مجموعه جی دلتایی مثل G شامل A که اندازه جی منهای A صفر باشه. یعنی با بازها نمیشه به اندازه صفر رسید و یعنی اختلاف باز با A لزوما اندازه صفر نمیشه، ولی با جی دلتا دیگه میشه رسید. یعنی بورل های کلی تر لازم نیست. مشابه همین حرف رو با بسته ها و اف سیگما ها میشه زد از درون. برای هر اپسیلون وجود داره بسته C زیر مجموعه A به طوری که اندازه A منهای C کمتر از اپسیلون باشه و وجود داره مجموعه F سیگمای F زیر مجموعه A به طوری که اندازه A منهای F صفر باشه. پس اندازه پذیری A نتیجه میده که این خاصیت ها برقراره، عکسشون هم هر کدوم از اینها هم اندازه پذیری رو نتیجه میده. خب اینو میخوایم ثابت کنیم. و قبل از اینکه اثباتو بگم یه نکته رو هم بگم. ببینید خاصیت در واقع خاصیت دوم که از بیرون میتونیم با بازها تقریب بزنیم میگه که این A یه بازی وجود داره به طوری که اندازه این بینشون کوچیک هست. ببینید تو حالت کلی ما برای A دلخواه اینو ثابت کردیم که اندازه بیرونی A مساوی اینفیموم اندازه بیرونی U هاست که U شامل A بازه. خب پس برای هر اپسیلون
فرض کن اصلا اندازه بیرونی A هم متناهی باشه، یه یوی وجود داره که اندازه یو کوچکتر از اندازه A من به اضافه اپسیلون بشه. ولی از این نمیشه نتیجه گرفت که اندازه بیرونی یو منهای A کوچکتر از اپسیلونه، به خاطر اینکه تو حالت کلی اگر A اندازه پذیر نباشه فقط میتونیم بگیم این کوچکتر مساوی اندازه یو منهای اندازه A. ببخشید بزرگتر مساوی میتونیم بگیم، یعنی در واقع اندازه یو رو میتونم بگم که کوچکتر مساوی اندازه یو منهای A به اضافه اندازه A که این نامساوی رو میتونم نتیجه بگیرم که این در واقع برعکسش دقیقا اون چیزیه که بهش علاقه مندیم، که برعکسش هم یعنی تساوی رو نتیجه میده و اندازه پذیری A رو نتیجه میده. پس اون حرف کلی که میدونستیم که اندازه یو رو میشه به اندازه بیرونی A نزدیک کرد، ولی اندازه تفاضل رو نمیشه به دلخواه کوچیک کرد. این تفاوت اندازه پذیرها با مجموعه های دلخواه میشه. خب این دوتا خاصیت رو با هم قاطی نکنید. خب بریم اثبات کنیم. اول نتیجه بگیریم که یک نتیجه میده دور، یعنی یک چی بود اندازه پذیری A نتیجه میده که از بیرون با بازها میشه تقریب زد، به این معنی که اندازه تفاضل رو میشه کوچیک کرد. خب همین ایده که بالا داشتیم رو تکرار میکنیم، یعنی اینکه یه یوی پیدا میکنیم که اندازش از اندازه بیرونی A خیلی بیشتر نیست و چون A اندازه پذیره، یعنی فرض کردم A اندازه پذیره دیگه، اندازه بیرونی هم میتونم ننویسم چون که هم یو و هم A اندازه پذیرن. اندازه یو منهای A میشه اندازه یو منهای اندازه A که این هم کوچکتر از اپسیلون. خب این برای وقتی که اندازه A متناهیه این ایده کار میکنه، چون تفاضل داریم میگیریم اندازه A باید متناهی باشه. اگر اندازه A متناهی نباشه، اگر اندازه A بی نهایت باشه، A رو بیایم اشتراک بگیریم مثلا با حالا گویهای حول مبدأ یا یه سری مستطیل حول مبدأ، اسم اینو بذاریم AJ. اینا چون کران دارن اندازهشون متناهیه. A هم میشه اجتماع AJ ها. خب هر کدوم از این AJ ها رو من میتونم با یه UJ بپوشونم که فاصله اندازه هاشون اندازه UJ منهای AJ کوچیک باشه. این هم انقدر کوچیک میکنم که سری هم کوچیک بشه. وقت اجتماع UJ های بازی میشه شامل A که اندازه تفاضلشون هم دقیقا کوچیکتر مساوی اپسیلون میشه. پس برای حالتی که اندازه A متناهی باشه همون ایده بالا کار میکنه، منتها اندازه پذیریش رو لازم داریم برای اینکه به نتیجه برسه. حالت اندازه نامتناهی هم میایم اینو به شمارات قسمت به اندازه متناهی تقسیم میکنیم. پس 1 2 رو نتیجه میده، یعنی اندازه پذیری A نتیجه میده که از بیرون میتونیم با بازها تقریب بزنیم. حالا بریم 2 3 رو نتیجه بده، یعنی اگر از بیرون با بازها بتونیم تقریب بزنیم، میخوام نتیجه بگیریم از بیرون میتونیم با جی دلتا ها تقریب بزنیم، تقریبا خیلی بهتر باشه. دقیقاً بکنید که دیگه تو این حالت بعدی هیچ کدوم نمیدونیم که A اندازه پذیره، فرض اندازه پذیری رو نداریم. خب میایم اندازه رو از بیرون با بازها تقریب میزنیم. یه باز یوجهی وجود داره که فاصلش از A، اندازه تفاضلش با A از 1 جیوم کمتر باشه. G رو تعریف کنید باشه اجتماع یوجی ها، که خب اجتماع شمارات باز میشه یه جی دلتا، پس جی دلتا است و چون یوجی ها همشون هم شامل A هستن، G هم شامل A. اندازه G منهای A، خب G زیر مجموعه هر کدوم از یوجی ها هست، این کوچکتر مساوی اندازه، اینجا هم اندازه پذیری رو لازم نداریم، دقت کنید، یوجی منهای A.
کوچکتر از 1 جیومه، چون جی دلخواهه اندازه بیرونی جی منهای A 0. پس 2 هم 3 رو راحت نتیجه میده. حالا 3 بیایم برگردیم به 1. اگر از بیرون با جی دلتا تقریب بزنیم اندازه پذیر میشه مجموعمون. خب جی منهای A اندازه 0 اسمشو بذاریم Z. نتیجه میشه که A رو میشه نوشت جی منهای Z. حالا جی دلتا Z اندازه 0. هر دوتا اندازه پذیرن. تفاضل دو تا اندازه پذیر هم اندازه پذیر میشه. پس A هم اندازه پذیر میشه. پس ستای اولی با هم معادل. حالا ستای دومی رو میشه 2 جور ثابت کرد. یا مشابه همین استدلال رو تکرار کنیم، یا اینکه در واقع مکمل بگیریم از قسمت‌های قبلی. یعنی مکمل بازها میشن بسته، مکمل جی دلتا ها میشن اف سیگما. هر دو جور میشه اثبات کرد. حالا من یه جورشو بگم. از 1 برسیم به 4، یعنی از اندازه پذیری برسیم به تقریب زدن از درون با استفاده از بسته ها. خب چون A اندازه پذیره، با دوگانگیری این کار رو انجام میدیم. مکمل A هم اندازه پذیره. پس یه بازی وجود داره شامل مکمل A به طوری که اندازه U منهای A مکمل کوچکتر از اپسیلون. خب این نتیجه میده که مکمل U زیر مجموعه مکمله که همون A، این هم یه بسته ای میشه اسمشو بذاریم C، و اندازه A منهای C به عنوان مجموعه دقیقاً میشه همین U منهای A مکمل، و خب این اندازش هم کوچکتر از اپسیلونه، دقیقاً چیزی که میخواستیم. پس از درون میشه با بسته ها تقریب زد اگر مجموعه اندازه پذیر باشه. از 4 به 5 هم، یعنی اگر از درون با بسته ها بشه تقریب زد، یه سری CJ داشته باشیم زیر مجموعه A. حالا این در واقع ایده دومو دارم اینجا می نویسم. به جای مکمل گیری همون ایده قبلی رو بسته ها تکرار کنیم. اگر از درون بشه تقریب زد به طوری که اندازه A منهای CJ کوچکتر از 1 جیوم باشه، اون وقت F رو بگیرید اجتماع CJ ها، این یه مجموعه F سیگما میشه زیر مجموعه A، و اندازه A منهای F هم کوچکتر از 1 جیوم برای هر J، و این رو به 0 میل، J رو به بینهایت میل بدیم به 0 میره. پس از درون هم میشه با F سیگما ها تقریب زد، تقریب بهتر. نهایتا این که 5 هم 1 رو نتیجه بده که تا دورمون کامل بشه. اگر که A منهای F اندازه 0 باشه، در واقع A هستش F اجتماعش با Z که Z اندازه 0، F هم F سیگماه، هر دوتا اندازه پذیرن، اجتماع اندازه پذیرها اندازه پذیر میشه، پس A هم اندازه پذیر میشه. بنابراین در واقع رگولار بودن اندازه لبگ رو ثابت کردیم. پس یه اندازه پذیر دلخواه از درون میشه با اف سیگما و از بیرون با جی دلتا تقریبش زد. اون چیزی که باقی مونه یه مجموعه اندازه 0. گرچه مجموعه اندازه 0 میتونن خیلی پیچیده باشن، مثلا مجموعه های کانتور اندازه 0 هم و خیلی میتونن پیچیده باشن. حالا اون کانتور استاندارد خیلی حالت در واقع ساده ای از کانتور هاست، گرچه کانتورهای با اندازه مثبت هم داریم، ولی همون کانتورهای اندازه 0 هم خیلی میتونن پیچیده تر باشن. ولی به هر حال یه مجموعه اندازه پذیر دلخواه، اون قسمت اندازه مثبتش یه مجموعه بورل خیلی خاصی هم هست. یعنی یا حالا میتونیم ما جی دلتا بگیریم یا اف سیگما بگیریم، به اینکه از بیرون یا از درون تقریب میزنیم. پس این خاصیت رو هم ثابت کردیم. خب حالا تو جزوه چیزایی بیشتری هم هست که دوست داشتید میتونید ببینید، ولی دیگه چون توی کتاب نیست و وقت نیست من نمیگم.
ولی یه قضیه دیگر رو هم بگم که اونم جالبه. ببین اگر یادتون بیاد ما اندازه پذیری رو خب تعریف کارتئودوری رو به کار بردیم، یعنی گفتیم که این مجموعه اندازه پذیری مجموعه‌ایه که هر مجموعه دیگه‌ای رو تمیز برش میده. منتها تعریف اولیه لبگ این نبوده. تعریف اولیه لبگ این بوده که اندازه درونی رو تعریف میکرده با استفاده از، یعنی یه مجموعه کراندار A در نظر بگیریم، توی یه مستطیل بزرگ قرار میدیم، اندازه درونی A رو میایم با اندازه بیرونی مکملش تقریب میزنیم، یعنی اینجوری تعریف میکنیم و میگیم که A اندازه پذیره اگر که اندازه درونی و بیرونیش یکی بشه. اندازه درونی A رو تعریف میکردیم حجم مستطیل منهای اندازه بیرونی R منهای A، و اگر این مساوی اندازه بیرونی A میشد میگفتیم که A اندازه پذیره. این تعریف اولیه لبگینه که این رو بازنویسی کنیم میشه این که اندازه بیرونی A به اضافه اندازه بیرونی R منهای A مساوی حجم R که همون اندازه بیرونی R هست. یعنی این در واقع همون رابطه تمیز برش دادن، منتها برای به جای اینکه برای هر x بگیم برای یه مستطیل شامل A میگیم، برای مجموعه خاص میگیم. و البته خب یعنی تعریف کارتئودوری این خاصیت رو هم نتیجه میده، چون x رو کافی بذاریم R، منتها عکسش واضح نیست که این خاصیت نتیجه میده که تعریف کارتئودوری هم برقراره. خب بذار این هم ثابت کنیم که این در واقع نتیجه میده که A اندازه پذیره به معنای کارتئودوری. الان در واقع ابزار لازم برای اثبات این قضیه رو هم داریم و این مطلب در واقع صرفاً چون در واقع به عنوان انگیزه تعریف کار بردیم تعریف لبگ رو و جالب هست به لحاظ تاریخی این اثبات رو هم بگم، گرچه یه جاهایی میتونه پرکاربرد هم، یعنی کاربرد هم پیدا کنه که یعنی صرفاً با یه مجموعه خاصی برش بدید. حالا حتی به جای مستطیل R من میتونم یه مجموعه کراندار دیگه که اندازه پذیر باشه بذارم. حالا تو جزوه نوشتم میتونید نگاه کنید دیگه، خیلی سخت‌تر نیستش. یعنی اگر یه مجموعه اندازه پذیر رو A تمیز برش بده اون وقت اندازه پذیر میشه، منتها اون مجموعه باید شامل همه A باشه، قسمت بدرفتاری خارج از اون مجموعه تستمون A نداشته باشه. حالا برای مستطیل اون پرکاربردترینش هم حالت مستطیله، زد این رو ثابت کنیم. پس فرضمون این هستش که مستطیل رو داریم تمیز برش میدیم، میخوایم نشون بدیم که اندازه پذیره، میایم از این رگولار بودن اندازه لبگ استفاده میکنیم. خب هنوز نمیدونیم A اندازه پذیره، بنابراین هنوز نمیتونیم دقیقاً از اون خاصیت استفاده کنیم، ولی به طور کلی میتونیم از بیرون با بازها اندازه لبگ رو تقریب بزنیم، به این معنا که یه بازی شامل R منهای A وجود داره که اندازه U کوچکتر از اندازه R منهای A به اضافه یه اپسیلونی و اندازه تفاضل این دوتا لزوما کوچیک نیست. خب حالا میایم این U رو من فرض میکنم R بازه، U رو با R اشتراک میدم، فرض میکنم که U زیر مجموعه R هم هست، بنابراین فرض از کلیت کاسته نمیشه، فرض کنم U زیر مجموعه R، میام مکملش رو توی R در نظر میگیرم. C رو تعریف کنید R منهای U، این بسته میشه و البته زیر مجموعه A هم میشه، یه بسته است زیر مجموعه A. حالا اندازه هنوز نمیدونیم A اندازه پذیره، اندازه A منهای C این میشه C، چون اندازه پذیره این تساوی برقراره، چون C بسته است اندازه پذیره تساوی برقراره. یعنی اگر برعکسش عمل میکردیم U، یعنی U منهای R منهای A میذاشتیم، چون R منهای A رو نمیدونستیم اندازه پذیره این تساوی برقرار نبود، یعنی اندازه پذیری این بیرونیه کافی نیست، اندازه پذیری این کوچیکه مهمه، ولی C بسته است اندازه پذیری تساوی برقراره. خب اندازه A
طبق فرضمون هستش حجم مستطیل، یعنی همون اندازه درونیشه دیگه، منهای اندازه بیرونی آر منهای ای. اندازه سی چی؟ اندازه سی رو هم من میتونم بنویسم، چون سی اندازه پذیره دیگه، حجم مستطیل منهای اندازه یو. خب حجم هم دیگه رو کنسل میکنن، این میشه اندازه یو منهای اندازه آر منهای ای که طبق فرض از اپسیلون کمتره. اپسیلون هم دلخواه بود، پس ای رو میتونیم از درون با بسته ها تقریب بزنیم، طبق چیزی که ثابت کردیم ای اندازه پذیر میشه. پس برای اندازه پذیری مجموعه کافیه فقط یه مجموعه دیگر رو تمیز برش بده. مجموعه باید شامل خود A باشه و اندازه پذیر هم باشه. حالا حالت خاصش رو ما ثابت کردیم که اون مجموعه بزرگه یه مستطیل باشه. این هم به عنوان یه چیزی که از این بخش مونده بود. خب یه خورده چون وقت دیگه اواخر وقت شده ترجیح میدم سوال جواب بدم. اینکه یعنی مثال از مجموعه اندازه ناپذیر رو میذاریم برای جلسه بعدی و از اونجا هم دیگه ادامه میدیم حالا بخشای دیگه کتاب رو. این دیگه بعد از این در جزوه نوشته نشده و دیگه از همون کتاب باید مطالعه کنید یا حالا سر کلاس نوت بردارید. جزوه بله دیگه، یعنی این آخرین بخش بود که تو جزوه من نوشتم. یه چیز بیشتری داره که من نگفتم، حالا اونو میتونید خودتون نگاه کنید. چیز پیچیده‌تری نیست، یعنی با همین ابزارها مثل خاصیت خاص دیگه هم میشه ثابت کرد، ولی دیگه چون ما مطالعه‌ای که از نظری اندازه داریم آره در دوره کوتاه و فقط آشنا شدنه، بنابراین خیلی اون خاصیت‌های خاصه رو نمیرسیم استفاده کنیم و از این جهت دیگه من نگفتم. ولی دیگه مطالب اصلی جزوه همه گفته شده تو این فصل 10 هم و دیگه فصل در واقع بخش 3 فصل 6 کتاب مال بخش 1 2 و 4 رو گفتیم، بخش 3 5 و احتمالاً دیگه 6 تموم میکنیم. حالا یه جلسه بعد اون ادامه میدیم و مثال اندازه ناپذیر هم توی فکر کنم اپندیکس های کتابه، مثال معروفیه، مثال ویتالی، اونم جلسه بعد میگم. حالا کلا اگر سوالی دارید بپرسید. کتاب پیور هم تقریبا یکیه، بله، یعنی خیلی تفاوت خاصی نداره. آخرین سری آره دیگه همه تمرین‌ها رو من گذاشتم روی CW، دیگه چیز بیشتری تمرین بیشتری نخواهیم داشت. نمره های میان ترم رو میانگینش رو کنم که 12.5 یا یه خورده بیشتر بود. تقریبا مشابه چیزیه که من دفعه قبل درس دادم، یعنی خیلی تفاوت عمده‌ای نداشت حال شرایط فعلی. از 20 بله از 20. آره میگم تقریبا مثل دفعه قبلیه. حالا ببینیم پایین ترم چی میشه و البته سهم نمره تمرینه ها این دفعه بیشتره. حالا نهایتا راجع به توضیح نمرات تصمیم میگیرم دیگه. خیلی یعنی قاعدتا از این نمره میان ترم باید یه خورده بهتر بشه میانگین کلاس. خواهش میکنم اگه سوال دیگه ای هست بفرمایید. سلام، وقت بخیر دکتر. سلام، بفرمایید. من یه چند جلسه پیش پرسیدم که اون فصل رویه هایی که شما درس دادید فرمودید شبیه یه درس ارشدی هستش که پیشرفت است. اسم اون درس ارشده چیه؟ یعنی درس استانداردی نیستش، مثلا موضوعش حوزه کاری بهش میگن جیومتریک میجر تئوری که حالا آره آنالیز حقیقی مثلا بگیرید بعدش بتونید کتابا رو بخونید. حالا مثلا تو درس تاپیک میشه اگر کسی ارائه بده، ولی خیلی استاندارد نیست. چی؟
روتین نیست، درس روتین ارشد نه نیست. درس روتینی نیست، نه حالا نه اینجا هست جای دیگه هم نیست، خیلی یه مقدار حالا درس ها از یه حدی پیشرفته تر میشن دیگه، مگه به عنوان درس تاپیک کسی ارائه کنه. آها. آره چون خب کلا متقاضیش هم خب خیلی زیاد نیست. بعد تو یه سوال دیگه داشتم که مثلا شما آنالیز فوریه ارائه میدید برای کارشناسی کلا؟ مال ترم بعد که نه. ترم بعد نه کلا. آره. خواهش یه واسه در دستور کار قرار بگیره. حالا دیگه تا سال دیگه ببینم چی میشه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. سوال دیگه ای هست؟